داشتم تو اکسپلور گوشیم میچرخیدم که یهو چشمم میخوره به این ویدیو. دوست عزیزمون قراره با خمیردندون LCD شکسته رو ترمیم کنه. شاید باورت نشه، اما تا آخر این ویدیو رو نگاه کنی متوجه میشی که میشه. و حالا میبینیم که بعد از 5 ثانیه بعد از تمیز کردن گوشی